پسرک سانتیاگو نام داشت. نزدیک غروب بود که به همراه گلش به کلیسای متروکه رسیدن. سقف کلیسا ریخته بود و درخت چنار عجیبی درست در جایی که محل نگهداری ظروف مقدس کلیسا بود رویده بود. تصمیم گرفت شب رو در همونجا سپری کنه. وقتی مطمئن شد همه گوسفندان از دروازه شکسته کلیسا وارد شدن، راه رو با تخته‌های چوبی بست تا جلوی خروج گوسفندان رو در شب بگیره. در اون ناحیه گرگ وجود نداشت. اما یک بار که یکی از گوسفندان هنگام شب از گله جدا شده بود، پسرک مجبور شد فردا تمام روز رو صرف پیدا کردن اون حیوان کنه. زمین رو با کتش پوشوند و کتابی رو که تازه خوندنش رو تموم کرده بود به جای بالشت زیر سر گذاشت. با خودش فکر کرد باید کتاب‌های قطورتری بخونه، چون هم دیرتر تموم میشن هم بالشت‌های بهتری هن. وقتی بیدار شد هوا هنوز تاریک بود. از لابلای سقف شکسته ستاره ها رو میدید. با خودش گفت دلم میخواست بیشتر بخوابم. امشب همون خوابی رو دیدم که هفته پیش هم دیده بودم. این بار هم قبل از اینکه آخر خواب رو ببینم بیدار شدم. بلند شد و همونطور که عصاش رو برمی داشت شروع به بیدار کردن گوسفندانی کرد که هنوز خواب بودن. اخیراً این نکته رو دریافته بود که وقتی خودش بیدار میشه اکثر گوسفندان هم شروع به حرکت میکنن. انگار نوعی انرژی زندگی اون رو به زندگی گوسفندانی که تمام 3 سال گذشته رو با اونها سپری کرده بود و اونها رو در جستجوی غذا و آب به اطراف برده بود محدود کرده باشه. با خودش گفت اونها اونقدر به من خو گرفتن که تمام عادتهای من رو میدونن. بعد از لحظه‌ای فکر کردن با خودش گفت شاید هم این منم که با عادتهای اونها خو گرفتم. چند تا از گوسفندان همیشه دیرتر بیدار می شدن. پسرک در حالی که هر کدوم رو به اسم خودش صدا می زد به کمک عصاش اونها رو بیرون کرد. همیشه فکر می کرد گوسفندان می فهمن اون چی میگه. به همین دلیل بعضی وقتها براشون بخش‌هایی از کتاب‌هایی رو که روی خودش بیشتر تأثیر گذاشته بودن می‌خوند. یا در مورد تنهایی یا خوشحالی یک چوپان در دشت براشون صحبت می‌کرد. بعضی وقتها نظرش رو در مورد چیزهایی که در دهکده‌های پشت سر گذاشته دیده بود براشون میگفت. اما چند روز اخیر فقط در مورد یک موضوع براشون صحبت کرده بود. اون دختر بازرگانی که تا 4 روز دیگه به روستای محل سکونت اون راه مونده بود. پسر فقط یک بار به اون روستا رفته بود. 1 سال پیش. بازرگان فروشگاه خشکباری داشت و همیشه میخواست پشم گوسفندان در حضور خودش زده بشه تا مطمئن بشه که تقلبی در کار نیست. دوستی در مورد فروشگاه به اون گفته بود و اون هم گوسفندانش رو به اونجا برده بود. به بازرگان گفت باید مقداری پشم بفروشم. فروشگاه شلوغ بود و بازرگان از اون خواست تا بعد از ظهر صبر کنه. پس پسر روی پله‌های فروشگاه نشست و کتابی از کیفش بیرون آورد. من نمیدونستم که چوپانام سواد دارن. صدای دخترانه از پشت سرش بود. چهره دختر شبیه مردمان آندلوسی بود. با موهای لخت مشکی و چشمانی که به طرز مبهمی اون رو یاد فاتحان مور مینداخت. پسر پاسخ داد خب معمولاً من از گوسفندام درسای بیشتری میگیرم تا از کتاب‌ها. در طی 2 ساعت گفتگو دختر به اون گفت که فرزند بازرگانه. در مورد زندگی در دهکده صحبت کرد که هر روزش عین بقیه روزهاست. پسر با دختر در مورد دشت‌های اطراف اندلس صحبت کرد و حرف‌هایی در مورد شهرهایی که اون در اونها توقف کرده بود گفت. این همصحبتی از صحبت با گوسفندانش خیلی لذت بخشتر بود. دختر پرسید تو از کجا خوندن رو یاد گرفتی؟ پسر گفت همونطور که بقیه یاد میگیرن در مدرسه. خب چرا با اینکه سواد داری هنوز یه چوپون ساده ای؟
پسر از پاسخ دادن تفره رفت. چون میدونست که دختر هیچگاه دلیل کار اون رو نمیفهمه. سپس به تعریف خاطرات سفرهاش ادامه داد. چشمهای دختر مور از ترس و تعجب گرد شده بود. کم کم پسر فهمید که دلش نمیخواد این روز هیچ وقت به پایان برسه. در دل آرزو میکرد ای کاش کار بازرگان تا 3 روز دیگه هم تموم نشه. حس و حال جدیدی رو تجربه میکرد که تا حالا نداشته بود. برای اولین بار دلش میخواست برای همیشه در یک مکان ساکن بشه. با دختری با موهای سیاه و روزهایی که دیگه هرگز تکرار نمیشن. اما سرانجام بازرگان اومد و از اون خواست پشم 4 گوسفند رو بزنه. سپس پولش رو پرداخت کرد و از چوپان خواست که سال دیگه هم به اونجا برگرده. و امروز فقط 4 روز دیگه تا اون دهکده راه مونده بود. هیجان زده و در عین حال نگران بود. شاید دختر اون رو فراموش کرده باشه. چوپان‌های زیادی برای فروش پشم گوسفنداشون از اون دهکده عبور میکنن. رو به گوسفنداش کرد و گفت اصلاً مهم نیست. منم دخترای دیگر رو در جاهای دیگه میشناسم. اما دلش میگفت خیلی هم مهمه و میدونست که چوپان‌های دیگه هم مثل دریانوردان و فروشندگان مسافر همیشه شهری رو پیدا میکردن که در اونجا کسی باشه که باعث بشه اونها لذت دوره‌گردی و سرگردانی رو فراموش کنن. روز به پایان میرفت و گوسفندان رو به سمت خورشید به حرکت وامی داشت. با خودش گفت اونا هیچ وقت حق انتخاب ندارن. شاید به همین خاطره که همیشه نزد من میمونن. تنها چیزی که برای گوسفندها اهمیت داره آب و غذاه. از زمانی که پسر آموخت که چگونه بهترین چراگاه آندلس رو پیدا کنه، گوسفندان با اون دوست شده بودن. درسته. هر روز از زندگی اونها کاملا شبیه روزهای دیگه است. فاصله زمانی مقرر و ثابتی از طلوع خورشید تا غروب اون. در تمام عمرشون حتی یک کتاب هم نخوندن و وقتی پسر در مورد نشونه‌های شهرها صحبت میکنه چیزی نمیفهمن. اونها فقط دنبال آب و غذا هستن و در عوض سخاوتمندانه پشمهاشون رو، همراهیشون رو و هر از گاهی گوشتشون رو ارزانی میکنن. پسر فکر کرد اگر امروز من تبدیل به دیو بشم و تصمیم به کشتن تک تک اونها بگیرم، گوسفندان وقتی متوجه موضوع میشن که بیشترشون کشته شدن. اونها به من اعتماد دارن و به خاطر اینه که همیشه من راه غذا رو بهشون نشون دادم. یادشون رفته که چطور از روی غریزه غذاشون رو پیدا کنن. پسر از افکار خودش متعجب بود. شاید این کلیسا با اون درخت چنار عجیب که زیرش رویده شبح زده است. چون باعث شده بود برای بار دوم همون خواب رو ببینه و علاوه بر اون باعث شده بود که از دست همراهان وفادارش عصبانی بشه. کمی از شربت دیشبش نوشید و کتش رو به خودش چسبوند. میدونست که تا چند ساعت دیگه وقتی خورشید به بالاترین نقطه برسه گرما اونقدر زیاد میشه که نمیتونه گوسفندانش رو از مراتع عبور بده. اهالی اسپانیا تابستونها این وقت روز به خواب فرو میرن. گرما تا شبانگاه ادامه داره و اون در تمام مدت مجبوره کتش رو حمل کنه. اما به محض این که فکر شکایت کردن از وزن کت به ذهنش برسه، یادش میاد که با کمک همین کته که سرمای صبحگاهی رو تحمل میکنه. به خودش گفت ما باید برای تغییرات آمادگی داشته باشیم. و با این فکر با وجود وزن و گرمای کت از حمل کردنش خوشنود شد. کت داره هدفیه و همینطور خود پسر. هدف اون در زندگی مسافرت کردن بود و اینکه بعد از 2 سال که تمام نواحی آندلس رو طی کرده بود، تمام شهرهای منطقه رو میشناخت، تصمیم داشت که این بار برای دختر توضیح بده که چجوری میشه که یک چوپان ساده
سواد خوندن داشته باشه. چون تا 16 سالگی در مدرسه علوم دینی درس خونده بود. خانوادش می‌خواستند که اون کشیش بشه تا مایه فخر و غرور یک خانواده ساده روستایی بشه. اونها سخت تلاش می‌کردند تا آب و غذا داشته باشن. درست مثل گوسفندان. اون لاتین، اسپانیولی و الهیات خونده بود. اما از بچگی همیشه دلش می‌خواست که دنیا رو بشناسه و این موضوع همیشه براش مهمتر از شناختن خدا و دونستن در مورد گناهان انسان‌ها بود. یک روز بعد از ظهر در حضور خانواده‌اش تمام شجاعتش رو به کار گرفت تا به پدرش بگه که نمیخواد کشیش بشه و میخواد مسافرت کنه. پدرش گفت: پسرم، مردم از همه جای دنیا از این دهکده عبور کردن. اونها در جستجوی چیزهای جدید به اینجا میان. اما وقتی میرن با وقتی که پا به اینجا گذاشتن تفاوت عمده‌ای نداره. اونها از کوه بالا میرن تا قلعه رو ببینن و سرانجام به این نتیجه میرسن که گذشته از چیزی که ما الان داریم بهتره. اونها موهای روشن یا پوست تیره دارن، اما عمدتاً شبیه همین مردمانی هن که اینجا زندگی میکنن. اما من دوست دارم قلعه هایی که در شهرهای اونها وجود داره رو ببینم. پدر ادامه داد: اونها بعد از اینکه سرزمین ما رو ببینن میگن که دلشون میخواد برای همیشه همینجا زندگی کنن. اما من دوست دارم سرزمین و شیوه زندگیشون رو ببینم. ولی مسافرایی که اینجا میان اونقدر پول دارن که خرج سفرشون رو بدن. در بین ما تنها مردمی که میتونن سفر کنن چوپان ها هستن. باشه، پس منم میخوام چوپان بشم. پدر دیگه چیزی نگفت. روز بعد یک کیف پول با 3 سکه طلای قدیمی اسپانیایی به اون داد. این سکه ها رو در مزرعه پیدا کردم. میخواستم بخشی از ارث تو باشه. اما حالا با این سکه ها گلت رو بخر. به مراتب بر و سرانجام میفهمی که سرزمین ما بهترین سرزمین دنیا و زنان ما زیباترین زنان جهان هستند. پدر دعای خیرش رو بدرقه راه پسر کرد. میتونست در نگاه پدر میل و اشتیاق اون رو به مسافرت ببینه. رویایی که هنوز زنده بود. اما با وجود این اشتیاق به مسافرت، پدر رویاش رو در زیر هزاران سال در پس کشمکش در جهت یافتن آبی برای نوشیدن و غذایی برای خوردن و محل ثابتی برای خوابیدن در تمام طول زندگیش مدفون کرده بود. رنگ افق به سرخی میزد و ناگهان خورشید پدیدار شد. به یاد صحبتاش با پدر افتاد و خوشحال شد. تا حالا قصرها و زنان زیادی رو دیده بود که هیچ کدوم شبیه دختری که تا چند روز دیگه انتظار دیدنش به سر می اومد نبودن. اون حالا یک کت داشت. کتابی که پس از خوندن با کتاب دیگه معاوضه می کرد و یک گله گوسفند. اما بهترین موضوع این بود که میتونست هر روز رویاهاش رو تازه کنه. اگر از مراتع آندلس خسته بود، میتونست گلش رو بفروشه و به دریا بره. زمانی که به اندازه کافی در دریا مسافرت کرده باشه، شهرها و زنان دیگری رو دیده و موقعیت‌های دیگه‌ای برای شاد بودن تجربه کرده باشه. همونطور که به خورشید نگاه میکرد میگفت: هیچ وقت نمیتونستم خدا رو در مدرسه مذهبی پیدا کنم. هر وقت میتونست به دنبال جاده تازه‌ای برای سفر میگشت. اما با اینکه بارها از اون طرفها رد شده بود، هیچگاه اون کلیسای ویران رو ندیده بود. جهان عظیم و خستگی ناپذیره. فقط کافی بود به گوسفنداش اجازه بده مدتی مسیر رو طی کنه تا اون بتونه موضوعات جالب جدیدی رو کشف کنه. مشکل اینجاست که اونها هیچ وقت نمیفهمن هر روز راه جدیدی رو طی میکنن. اونها نمیبینن که به مراتع جدید اومدن و فصلها تغییر میکنن. تنها چیزی که به فکرشون میرسه آب و غذا. مرد جوان فکر کرد: شاید من هم همینطور باشم.
حتی خود من هم از وقتی دختر بازرگان رو دیدم به هیچ زن دیگه‌ای فکر نکردم. با نگاه به خورشید تخمین زد که تا نیم روز دیگه به تاریفا میرسه. اونجا میتونست کتابهاش رو با کتابهای قطورتری محافظه کنه. بطری نوشیدنیش رو پر کنه و سر و صورتش رو اصلاح کنه. باید خودش رو برای ملاقات با دختر بازرگان آماده میکرد. حتی نمیخواست به این احتمال که شاید چوپانهای دیگه‌ای با گله‌های بزرگتر قبل از اون به اونجا رسیده باشن و از دختر خواستگاری کرده باشن فکر کنه. فکر کرد تحقق یک رویا میتونه زندگی رو جالب کنه. باز به خورشید نگاه کرد و قدمهاش رو تندتر کرد. یه دفعه یادش اومد که در تاریفا پیر زنی هست که تعبیر خواب میدونه. زن پیر پسر رو به اتاقی در پشت خونش راهنمایی کرد. اتاق با پرده ای از دانه های رنگی از اتاق نشیمن جدا می شد. مبلمان اتاق شامل یک میز، عکس مسیح مقدس و 2 صندلی بود. پیرزن نشست و از اون هم خواست تا بشینه. پس هر دو دست پسر رو در دستهاش گرفت و شروع کرد به دعا خوندن. شبیه دعاهای کولی ها بود. پسر بودن با کولی ها رو تجربه کرده بود. اونها هم مسافرت می کردن اما گله‌ای نداشتن. مردم می گفتن که کولی ها عمرشون رو صرف گول زدن دیگران می کنن. همچنین معتقد بودن اونها عهدی با شیطان دارن و دیگه این که بچه ها رو می دزدیدن و اونها رو در چادرهای مرموزشون به عنوان برده نگه می داشتن. از بچگی تا سرحد مرگ از اسیر شدن توسط کولی ها می ترسید و وقتی پیرزن دستانش رو گرفت این ترس کودکیش بازگشت. برای غلبه بر ترسش با خودش فکر کرد. اما اون عکسی از مسیح به دیوار زده. سعی کرد آرامشش رو برگردونه. نمیخواست ترسش باعث لرزیدن دستهاش بشه و پیرزن بفهمه که اون ترسیده. شروع به خواندن دعا کرد. پیرزن که چشم از دستهای پسر برنمی داشت گفت چقدر جالبه و باز هم در سکوت فرو رفت. پسر عصبی شد. دستاش میلرزیدن و پیرزن اون رو حس میکرد. به سرعت دستاشو جمع کرد. از اومدنش پشیمون شده بود. من به اینجا نیومدم که تو کف دستم رو نگاه کنی. پیش خودش گفت بهتره پولشو بدم و بدون اینکه چیزی بفهمه از اینجا برم. دیدن دوباره یک رویا اینقدرها هم اهمیت نداره. پیرزن گفت تو اومدی و میتونی تعبیر رویات رو بدونی. رویاها زبان خداوند هستن. اگر خدا به زبان ما سخن میگوید من میتوانم تعبیرش کنم. اما اگر به زبان روح حرف بزند فقط خودت میتوانی بفهمی. در هر صورت من به خاطر مشاورم از تو پول میگیرم. پسر فکر کرد این هم یک حقه جدیده. اما تصمیم گرفت که از این فرصت استفاده کنه. یک چوپان همیشه در معرض خطرهایی مثل حمله گرگ یا خشکیه و این چیزیه که زندگی چوپان رو مهیج میکنه. من یه رویا رو 2 بار دیدم. خواب دیدم که با گوسفندام در یک مرتع هستم. بچه‌ای ظاهر شد و شروع کرد به بازی کردن با حیوونا. من از این کار خوشم نمیاد چون گوسفندا از غریبه ها میترسن. اما انگار بچه ها میتونن بدون اینکه اونها رو بترسونن هم بازیشون بشن. نمیدونم گوسفندا چطور میتونن سن یک انسان رو تشخیص بدن. پیرزن حرفش رو قطع کرد. در مورد خوابت توضیح بده. من باید به آشپزین برسم. از اونجا که تا پول چندانی نداری نمیخوام وقت زیادی صرف تو کنم. پس با دلخوری ادامه داد. کودک به بازی با گوسفندان من ادامه داد و ناگهان منو روی 2 دستش بلند کرد و به اهرام مصر برد. کمی مکث کرد تا بفهمه آیا پیرزن در مورد اهرام مصر چیزی میدونه یا نه.
پیرزن چیزی نگفت. در حالی که کلمات اهرام مصر رو شمرده و با مکث میگفت تا پیرزن خوب متوجه بشه ادامه داد. اونجا بچه به من گفت اگر تو به اینجا بیای یک گنج مخفی پیدا میکنی. و هر دوبار که این خواب رو دیدم به محض اینکه بچه خواست محل دقیق گنج رو به من نشون بده من از خواب بیدار شدم. پیرزن کمی مکث کرد. سپس دوباره دستهای پسر رو گرفت و خوب نگاه کرد. الان پولی از تو نمیگیرم. اما اگر گنج رو پیدا کنی من 1/10 اون رو میخوام. پسر خوشحال شد و خندید. میتونست به خاطر خواب یک گنج اندک پولی رو که داشت پیش خودش نگه داره. خیلی خوبه. حالا تعبیر خوابم رو بگو. اول قسم بخور که در ازای چیزی که به تو میگم 1/10 گنج رو به من میدی. چوپان سوگند خورد که این کار رو انجام میده. پیرزن گفت حالا در حالی که عکس مسیح رو نگاه میکنی دوباره سوگند بخور. این خواب به زبان جهانه. من میتونم اون رو تعبیر کنم اما تعبیرش کار سختیه. به خاطر همینه که میخوام 1/10 اون رو با تو سهیم بشم. تعبیر من اینه که تو باید به اهرام در مصر بری. من تا حالا چیزی در مورد اونها نشنیدم اما اگه کودکی در مورد اون به تو گفته حتما وجود داره. اونجا تو گنجی رو پیدا میکنی که ثروتمندت میکنه. پسر اول کمی تعجب کرد و سپس عصبانی شد. این جوابی نبود که انتظارش رو داشتم. اما به یاد آورد که قرار نیست پولی بپردازه. پس گفت لازم نبود وقتم رو تلف کنم. گفتم که تعبیر خوابت ساده نبود. چیزهای ساده زندگی غیر طبیعی ترین مسائل هستن. فقط افراد زیرک اونها رو میفهمن و چون من زیرک نیستم هنرهای دیگه‌ای مثل کف‌بینی رو یاد گرفتم. خب من چطور میتونم به مصر برم؟ من فقط تعبیر خوابها رو بلدم. راه تحقق اونها به واقعیت رو نمیدونم. به خاطر همینه که امورات زندگیم با کمک هایی که دخترام به من میکنن طی میشه. اگه هیچ وقت به مصر نرسم چی؟ خب چیزی گیر من نمیاد. دفعه اول نیست که این اتفاق میافته. بعد پیرزن از پسر خواست که اونجا رو ترک کنه چون خیلی وقتش رو گرفته بود. پسر ناامید شد. تصمیم گرفت دیگه هرگز خوابها رو باور نکنه. به یاد آورد که چند کار داره که باید انجامشون بده. به فروشگاه رفت تا چیزی برای خوردن بخره. کتابش رو با کتاب قطورتری عوض کرد. نیمکتی در میدان شهر پیدا کرد و نوشیدنی جدیدی رو که خریده بود تست کرد. هوا گرم بود و نوشیدنی چسبید. گوسفندان رو کنار دروازه شهر در طویله‌ای که متعلق به یکی از دوستانش بود گذاشته بود. در اون شهر افراد زیادی رو میشناخت. این چیزی بود که مسافرت رو براش لذت بخش میکرد. همیشه دوستان جدیدی پیدا میکرد که نیاز نبود تمام وقتش رو با اونها بگذرونه. وقتی فردی افراد ثابتی رو در زندگیش ببینه، اونها سرانجام بخشی از زندگی اون میشن. این چیزی بود که در مدرسه علوم دینی تجربه کرده بود. سپس دیگران میخوان شخص تغییر کنه. اگر اون مطابق میلشون نباشه، اونها عصبانی میشن. هر کس از سایرین انتظاراتی در مورد روند زندگیشون داره، اما هیچ کس به روند زندگی خودش فکر نمیکنه. تصمیم گرفت کمی که خورشید پایین‌تر رفت، گوسفندانش رو به چراگاه ببره. تا دیدار دختر بازرگان 2 روز دیگه باقی مونده بود. شروع به خوندن کتاب جدیدش کرد. در صفحات اول داستان یک مراسم خاکسپاری رو توصیف می‌کرد. اسم شخصیت‌های داستان خیلی سخت تلفظ می‌شد. با خودش فکر کرد
اگر من کتاب بنویسم، شخصیت‌های داستان رو یکی یکی وارد داستان میکنم تا خواننده بابت حفظ کردن اسامی مشکلی نداشته باشه. وقتی بالاخره حواسش جمع کتاب شد، خوندن براش لذت بخشتر شد. مراسم تدفین داستان در یک روز سرد و برفی اتفاق افتاده بود. در این هوای گرم یادآوری حس سرما میچسبید. همونطور که مشغول خوندن بود، پیرمردی کنارش نشست که میخواست سر صحبت رو باز کنه. پسر در حالی که میخواست خودش رو غرق کتاب خوندن جلوه بده، به سردی پاسخ داد: کار میکنه. در واقع داشت به زدن پشم گوسفنداش در حضور دختر بازرگان فکر میکرد. حتما دختر بازرگان اون رو مردی با قابلیت‌های فراوان میدید. بارها و بارها این صحنه رو تجسم کرده بود و هر بار در ذهنش وقتی دختر میفهمید که پشم گوسفندان باید از عقب به جلو زده بشه، شگفت زده میشد. پسر تلاش میکرد داستانهای خوب مناسب پشم زنی به یاد بیاره. با اینکه بیشتر این داستانها رو در کتابها خونده بود، اما میخواست اونها رو به عنوان خاطرها و تجربیات شخصیش تعریف کنه. دختر بازرگان که سواد نداره که بتونه حقیقت رو بفهمه. در این حین پیرمرد اصرار داشت که با اون صحبت کنه. گفت که خسته و تشنه است و از چوپان خواست تا مقداری نوشیدنی به اون بده. پسر با امید به اینکه پیرمرد اون رو تنها بذاره، بطریش رو به اون داد. اما پیرمرد قصد رفتن نداشت. پرسید: این چه کتابیه که میخونی؟ پسر دلش میخواست از اونجا بلند شو روی نیمکت دیگه‌ای بشینه. اما از پدرش یاد گرفته بود که به بزرگترها احترام بذاره. به همین جهت کتاب رو مقابل پیرمرد گرفت. به 2 دلیل. اول اینکه خودش هم بلد نبود اسم کتاب رو تلفظ کنه. دوم اینکه اگه پیرمرد سواد خوندن نداشته باشه، خجالت زده میشه و خودش با پای خودش به نیمکت دیگه‌ای میره. پیرمرد خوب کتاب رو برانداز کرد. انگار چیز عجیبی داشت نگاه میکرد. بعدش گفت: آها، این کتاب مهمیه، اما واقعا کتاب اعصاب خورد کنیه. پسر شوکه شد. پیرمرد سواد خوندن داشت. علاوه بر اون این کتاب رو هم خونده بود. پس اگه واقعا کتاب اعصاب خورد کنی باشه، بهتره تا فرصت هست اون رو با کتاب دیگه‌ای عوض کنه. چیزی که این کتاب میگه عین چیزاییه که تقریبا همه کتاب‌های جهان میگن. در مورد اینکه انسان‌ها نمیتونن سرنوشت خودشون رو انتخاب کنن و در پایان داستان به این مطلب میرسه که همه مردم بزرگترین دروغ دنیا رو باور دارن.